حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا در آستانه یک سالگی حکومت طالبان. کشته شدن رهبر القاعده در کابل پس از گذشت 2 روز از این حمله تایید شد. واکنش‌های داخلی و جهانی بر کشته شدن ایمن الظواهری، تبریکی سیاستگران خارجی و روایت ارتباط عمیق طالبان و تروریستان بین المللی از سوی سیاستگران داخلی. ادامه حملات مقاومتگران در پنجشیر. جبهه مقاومت میگوید که در درگیری با طالبان به آنها تلفات وارد کردند. و سقوط یک چرخبال در پاکستان جان 6 نظامی این کشور را گرفت. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در عملیات هوایی پهپادهای آمریکایی در شهر کابل ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده کشته شده است. آقای بایدن ناوقت روز گذشته دوشنبه در کاخ سفید گفته است الظواهری از ماه‌ها به این سو زیر نظر آمریکا قرار داشت. او به مرکز کابل نقل مکان کرده بود تا در کنار اعضای خانواده خود باشد. من بعد از بررسی دقیق شواهد قانع کننده درباره موقعیت او دستور شلیک دقیق برای حذف او از میدان نبرد را صادر کردم. Bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack 9/11. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا افزوده است الظواهری رد از قتل و خشونت علیه شهروندان آمریکا از خود به جا گذاشته بود. او اضافه کرده است حالا عدالت اجرا شده و این رهبر تروریست دیگر وجود ندارد. بایدن با اشاره به نقش الظواهری در حمله به هدفهای آمریکا از جمله طراحی حمله‌های 11 سپتامبر، دست داشتن در بمبگذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شهرهای دارالاسلام در تانزانیا، در نایروبی در کنیا و حمله به ناوشکن USS کول آمریکایی در سواحل عدن در یمن گفته است نباید شک کرد هر کسی که تهدید علیه شهروندان آمریکا باشد ردگیری و هدف قرار خواهد گرفت. مقام‌های آمریکایی گفتند که رهبر القاعده به تازگی برای پیوستن به خانواده‌اش به منطقه دیپلمات نشین شیرپور در کابل منتقل شده بود. آنان علاوه کردند که الظواهری روی بالکن محل اقامت خود در کابل بود که پهپاد آمریکایی 2 موشک به طرف او شلیک کرد، اما در این عملیات به خانواده او آسیب نرسیده است. قتل الظواهری دستاورد بزرگ برای آمریکا محسوب می شود. او از 25 سال به این سو تحت پایگرد آمریکا قرار داشت و واشنگتن جایزه 25 میلیون دلاری برای پیدا کردن او تعیین کرده بود. الظواهری در حمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که توسط هواپیماهای بدون سرنشین CIA انجام شد کشته شد. طالبان نیز با تأخیر اعلام کردند که تحقیقات استخبارات آنان نشان می‌دهد که حمله هوایی در منطقه شیرپور شهر کابل توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رشته توییت‌های نگاشته است که حکومت طالبان این حمله را به هر دلیلی که صورت گرفته به شدت محکوم می‌کند و آن را سرپیچی آشکار از قانون‌های بین المللی و توافقنامه دوحه می‌داند. الظواهری پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 رهبری شبکه القاعده را به عهده گرفت. او و بن لادن طراح حمله‌های 11 سپتامبر 2001 به آمریکا بودند و نام او در آمریکا در فهرست بزرگترین تروریست‌های فراری قرار داشت. بیشتر تیر شدیم در اونجایی که این حمله صورت گرفته بود. وضعیت عادی است. نظامیان بیشتر استفاده هستند. پرده‌های سبز رنگ در گرد از چای خانه کش کردن در سرایش که داغ و دیگرش که است معلوم نشن. دیگه وضعیت تو کدام چی نیست. فقط در محل سایه قدر کس نمیمونه نزدیک شه از جا. آپارتمان معلوم میشه که پرده سبز سرش تا کردن از دور. دیگه تو کس نزدیک نمیمونه. موتور نظامی در گرد استاد است. در نزدیک سایه کس نمیمونه. فکر کنید از 100 کیلومتری مقابلش رو بند است کس نمیمونه طرف بره. کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را در پی داشته است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ الظواهری را گام به سوی جهان امن‌تر دانسته است. او میگوید کشورش به همکاری با شرکای جهانی خود برای مقابله با تهدیدات تروریستی و ارتقای صلح ادامه می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز مثل نخست وزیر کانادا گفته است که جهان بعد از مرگ الظواهری جای امن‌تر است.
آقای بلینکن با اشاره به کشته شدن ظواهری میگوید کشورش با این اقدام تعهد خود را برای اقدام علیه تهدیدات تروریستی در افغانستان نشان داده است. او تاکید کرده است که امریکا علیه کسانی که منافع این کشور را تهدید میکنند اقدام خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا گفته است که کشته شدن ایمن الظواهری دلیل است بر اینکه میتوان بدون جنگ در افغانستان تروریسم را ریشه‌کن کرد. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل نیز کشته شدن الظواهری را مبارکباد گفته است. با این حال علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار رشته توییت از سرعت کند و استراتژی ضعیف امریکا در مبارزه با تروریسم انتقاد کرده است. آقای نظری میگوید که جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک سال گذشته به همه دولت‌هایی که با آنها در تماس بود اطلاع داد که ظواهری و دیگر رهبران القاعده به افغانستان تحت حفاظت طالبان به قلب کابل بازگشتند. با این حال او میگوید اقدام ایالات متحده یک سال طول کشید و هشدارهای ما مانند سال 2001 جدی گرفته نشد. مسئول خارجی جبهه مقاومت میگوید این جبهه تنها گروهی است که به مبارزه در برابر تروریسم بین‌المللی ادامه میدهد و هیچ گونه کمک و حمایت دریافت نکرده است. مسعود اندرابی وزیر پیشین داخلی کشور میگوید که کشته شدن رهبر القاعده در کابل بیانگر رابطه عمیق طالبان و تروریستان منطقه‌ای و بین‌المللی است. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در واکنش به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل گفته است که سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان پس از مرگ الظواهری از کابل فرار کرده است. این در حالی است که طالبان پس از تاییدیه این رویداد واکنش‌های رسمی بیشتر تا اکنون در این مورد نداشتند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت میگوید که در نتیجه حمله مقاومتگران بالای طالبان در نزدیکی قرارگاه شابه در ولسوالی خنج پنجشیر 4 طالب کشته شده است و 2 اسلحه آنان به غنیمت گرفته شده است. در همین حال یک منبع با آماج میگوید این درگیری حوالی ساعت 10:30 صبح امروز سه‌شنبه 11 اسد آغاز شده و تا اکنون جریان دارد. به گفته منبع در این درگیری یک تن از نیروهای جبهه مقاومت نیز زخم برداشته است. از سوی هم منابع در بغلان با آماج میگویند که در جنگ میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در دره خواهوش ولسوالی خوست این ولایت 4 طالب کشته شده است. با آنکه در 11 ماه گذشته در نبرد با جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و بغلان به طالبان تلفات زیاد وارد شده، اما طالبان همواره جنگ و تلفات جنگجویانشان را در این مناطق رد کردند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در نتیجه سقوط یک فروند چرخبال نظامی ارتش این کشور 6 تن از سرنشینان به شمول فرمانده ارتش ایالات بلوچستان کشته شدند. ارتش پاکستان روز گذشته دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که این بالگرد که در حال انجام عملیات امدادرسانی به منطقه‌های سیلاب زده در بلوچستان بود پس از قطع ارتباط با کنترل ترافیک هوایی ناپدید شد. در این اعلامیه آمده بود که 6 نفر از جمله فرمانده سپاه 12 دگر جنرال سرفراز علی که بر عملیات امدادرسانی در بلوچستان نظارت میکرد در این چرخبال بودند. اکسپرس تریبیون نیز گزارش داده بود که عملیات جستجو برای پیدا کردن فردهای ناپدید شده جریان دارد. اما پس از ساعات ارتش پاکستان اعلام کرد که دگر جنرال سرفراز علی فرمانده ارتش ایالت بلوچستان شام روز گذشته همراه با 5 افسر و سرباز دیگر در نتیجه سقوط چرخبال حاملشان در ولسوالی لسبله بلوچستان جان باختند. از سرفراز علی به عنوان یکی از نامزدان احتمالی پست فرماندهی کل ارتش این کشور نیز یاد می‌شد.